سلامونه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو درې موټرسایکله څلور نفره د ایران هیواد څخه راغلي دي د سیل لپاره چې په افغانستان کې وګرځېږي او تاسو ګورئ چې د افغانستان امنیت څومره د ډاډ وړ دی. ایرانی ځوانان راځي او په افغانستان کې منظرې کوي، د افغانستان هر ولایت ته سفر کوي او هغه ساحې ګوري چې دوی غواړي خپلې منظرې کې وکوي. ورځو له یو دغه محترم سره مرکه کوو او له ده نه څه پوښتنې کوو. اولا که سلام و درود بر شما و خودتون اگر معرفی کنید. سلام، ممنون. مسعودم. من مسعود ابراهیمی از ایران اومدم. از کجای ایران اومدی؟ از تهران. از تهران. آقای مسعود جان، خیلی خوش آمدی به افغانستان و به ولایت ما خوش آمدی. ما بسیار خوشحال شدیم که شما را در اینجا دیدیم. متشکرم، لطف دارید. اصلی مقصد شما چی بود به افغانستان که شما اومدی؟ ما یه سفر 3 ماهه داریم به آسیای میانه که به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و روسیه. مسیر عبوریمون افغانستان بود. خب کشور دوست و برادر همسایه و هم فرهنگ و هم مذهبیم. گفتیم که بیایم افغانستان رد بشیم، هم ببینیم افغانستان رو، هم برای مسیرمون مسیر خوبی بود. وقتی که از خاک ایران به خاک افغانستان وارد شدید چه احساسی داشتین خودتون؟ ما هیچ احساس غربت نداشتیم، یعنی احساس می‌کردیم که هنوز ایرانه، هیچ فرقی برامون نداره. اینجا برای ما هیچ فرقی با ایران نداره. مردم هم خیلی مهمون نوازن، خیلی خوبن همه. حکومت فعلی افغانستان و مردم افغانستان برخوردش به شما چگونه بود؟ حکومت برخوردش بد نبوده، خوب بوده، خدا رو شکر. مردم که عالی هستن، اصلا همه مهربون و مهمون نواز. و اصلا حکومت که مثلا شما از هرات که به این سو اومدی کدام مشکلی که برایتان درست نکرده مثلا از لحاظ امنیتی و این چیزا؟ نه، امنیت خوب بوده، خدا رو شکر امنیت خوب بود. الان چه قصدی داری؟ از این ولایت میخوای کجا برین؟ از اینجا میریم کابل، از کابل میریم مزار و از مرز ازبکستان خارج میشیم. از روزی که آمدین چند ولایت افغانستان را دیدین؟ ما چند ولایت، هرات اومدیم، نیمروز رو دیدیم و هلمند رو دیدیم، قندهار رو دیدیم، غزنی رو دیدیم و وارد کابل. شما به حیث یک جوان ایران چه پیامی برای مقامات ایران و افغانستان بین دو کشور چه پیامی دارین که مثلا باید روابطش باید چگونه باشه دیگر؟ ما دو کشور مردم دوستی هستیم، ما مردم یکی هستیم، هم مذهبیم، هم فرهنگیم. ما در اصل یک کشوریم، ما همه این مناطق دور و بر همه یک کشوریم. همین. منظورم اینه که سالها میشه مردم افغانستان میرن در کشور شما کار میکنن و اونجا مثلا وضعیتشون بعضیشون شکایت دارن که وضعیتشون خوب نیستن، ولی شما مردم اصلا چی پیامی برای اون مردم میدین که اونجا کار میکنن؟ برای اونایی که وضعیتشون خوب نیست برای کار کردن، به خاطر اینکه قاچاقی میان. اگر که به صورت قانونی بیان اونجا وضعیت خوبی خواهند داشت. اگر به کشور خود برگردی، از سفری که در افغانستان داشتی در کل چه تعارف از مردم افغانستان و حکومت این کشور دارید؟ تعریف من از مردم افغانستان اینه که بسیار مردم مهمان نواز و دوست داشتنی هست. بسیار تشکر میکنیم آقای مسعود. خواهش می‌کنم.